نامش مهدی قنبری، معروف به مهدی جغله، شرور و لات شهریار بود. اما فیلم های لاتبازیش تو فضای مجازی دست به دست می شد. مهدی قنبری یا همون مهدی جغله لات و اراذل شهریار بود که به خاطر لاتبازیاش معروف نشد، بلکه به خاطر اینکه دست به اسلحه بود و تهدید میکرد و باعث رعب و وحشت شده بود و خبر فوت یه نفر توی باغ شهریار با اسم اون گره خورد. مهدی شرور بود و بارها با فیلم‌های تهدید و عربده کشی و قرار دعواش تو فضای مجازی میخواست سری تو سرا در بیاره. کل بدن و سر و صورتش رو تتو زد و جای رد و تیزی هم کم ننداخت که بگه دعوایی و شر. مهدی قنبری، معروف مهدی جغله، که البته به خاطر این فیلمش که همون شب بعد از باغ گرفته بود و با افتخار عربده میکشید و تیراندازی میکرد و باعث شد زندگیش رو سیاه کنه. همین فیلم کافی بود که خیلی زود پلیس بره بالا سرش رو دستگیرش کنه. بعد از اون بار رصد اطلاعاتی پلیس امنیت عمومی غرب استان تهران، یکی از عاملان این تیم درگیری و رعب و وحشت، توسط پلیس دستگیر میشه. مهدی جغله شرور اصلی پرونده که بعد از ارتکاب تیراندازی‌ها و مصدومیت چند نفر و اتهام قتل با گذرنامه جعلی به ترکیه فرار کرده بود، از اونجا با تهیه و بارگذاری پست در فضای مجازی اقدام به کریخانی و رجزخانی برای اهالی محله اسدآباد شهریار میکرد. در بازرسی از مخفیگاه نوباشه دستگیر شده و همدستانش 6 قبض سلاح کمری، لوله بلند و شکاری، 56 عدد مهمات جنگی و شکاری، یک گذرنامه جعلی کشف و 2 دستگاه خودرو نیز توقیف میشه. مهدی جغله پشت میله‌های زندان تهران بزرگ در حال گذروندن حبسشه و زن و بچه‌ش هم بیرون در انتظار سربراز شدن مردی که به جای زندان باید کار میکرد و پول در میآورد و زندگیشو میچرخوند.